سینم نور تنظیم کنم. میخواستم راجع به این گرافیکی که تولید کردم حرف بزنم. بعد این پسر تنظیمگر رو دیدم که داشت این فاز میم تور شدن گودرزی بود. این چند این گودرزی در مسیح. این پسر تنز میگم. من گفتم که ما داریم الان از گوشی میبینیم انگار یه پلتفرمیه که با یه ماسکی که دوتا حفره که حالا هر کدومش هم میتونه جدا بیاد، این ستا روان فردی، روان جمعی و حالا این لحظه حالا بشه گفت که خودش مفاهیم پلتفرمی داره. این یه اپ مثل اینستا و فضا مجازی که نمیتونه اون تفکیک روان فردی جمعی نشون بده. فرویدیون هم از خودشون خدایی بودن این چیزا رو اصلا